زباله احکام. وارد به خارج می شویم به زباله‌دانی اتمی عظما با آهنگ بادا بادا مبارک بادا. بله. بسم الشیطان الرجیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت امام فرمودند که هرگاه غذا خوردن با 4 ویژگی همراه باشد کامل خواهد بود. اول اینکه زیاد باشد، خیلی مهمه ها. دوم اینکه مگس بر آن بسیار باشد. تنها غذا خوردن نه شده، کراهت دارد، مگر اینکه حالا در مجلس باشد که اونجا دیگه چیکار میکنن؟ بله، گاو خور میکنن. خب بریم سراغ سوالای شما. اولین سوال رو بیننده اینگونه مطرح کردن. پرسیدن آیا با عین پولی که خمس ندادیم لباس بخریم آواز خواندن با آن چه حکمی دارد؟ اگر خلاصه ترانه مال برادرمون مایکل جاکسون باشد و همراه با او رقص هم باشد، خب چون ایشون به نوعی به حوزه هم ربط داشتن و الانم دار فانی را ودا گفتن، خب ایرادی ندارد. بنده خودم اینجور مواقع با یه ترانه 6 و 8 مشکل حل میکردم، هیچ شکم نمیکردم. بله، گفتم شک. اتفاقا همین روز گذشتم یکی از علما، یکی از روحانیون توصیه میفرمودن که راجع به شکیات در زهرخوران برای مردم بگید، بعضیا مفهومش نمیدونن. چشم، ما هم این سوال را بر دیده منت می نهیم و هم اون توصیه اون بزرگوار رو بر چشممون می گذاریم. ولی باید عرض کنیم که احکام زهرخوران خیلی زیاده. بعضیاش هم چندان مورد نیاز نیست، یعنی مقام عظما باش حال که نمیاد هیچ، بله از حالم میره. اما حالا چون مخاطبان این بسیجی های بدبخت هم هستن که توی داستان زهرخوران به گیج و ویجی افتادن و این زهرخوران کلن تو حافظه اونا جا نمیگیره، یعنی نمیمونه، یادشون میره. ولذا ما یه اشاره میکنیم. اولا مقصود از شک در زهرخوران حالت 50-50 است، یعنی کسی که نمیدونه که این به نفع ماست یا به ضرر ماست، یعنی واقعا هم تردید داره، 50-50 این ور اون ور، هیچ فرقی نداره. اینو میگن کشک. کشک یا جمع کشک است، یعنی اصلا فرقی نمیکنه، زهر را بخوره تمامه، نخوره هم تمامه. بله، اونایی که کلا راجع به این داستان شک دارن به 3 دسته تقسیم میشن. یکی مقام عظمای، یکی کوسه، یکی هم حاج آقا جک استرا. اجمالا من بخوام اشاره کنم، شک در اصل زهر، یعنی یه کسی نمیدونه که اصلا مذاکرات چی شده و زهر خورده یا نخورده. اگه هنوز وقت باقیه، بهتره براش یکی توضیح بده که سریع هر چی میتونه جمع کنه و چکا کنه، بله در بره. اما اگه وقت گذشته و شک دارید که مقام عظما زهر خورده یا نه، رو به قبله بود و یا نه این فرمودن، اعتنا نکنید، چون اینقدر این گندش همه جای گرفته که دیگه بله نمیشه کاریش کرد. حالا یه اجمالی بود، یعنی یه تقسیم بندی بود. قسم اولش خدمتتون عرض کردیم و تفسیرش میموند برای آینده، چون اشاره میکنن که وقت تمام است. اگر کار خودمون تمام نشد انشاءالله در برنامه آینده به برخی از اینا میپردازیم. بله.